اساس شکل‌گیری مدرنیته بر رشد نظامیگری و خوی خشونت‌آمیز بوده. آیا اگه گفتگو کنیم جنگ نمیشه؟ این معمولاً برآمده از تصور خاصی از تاریخ مدرنیته است که در اون رشد مدرنیته و توسعه اون صرفاً مرهون رشد علم و دانش و تکنولوژی هست و خب در کشور ما هم معمولاً چنین تصوری از غرب غلبه داشته. اما همیشه غرب رو دارای دو رویه یا دو ستون و بال اصلی میدونن. یکی همون رشد علم و دانش و تکنولوژی و سویه دیگه سویه استعمارگری و غلبه نظامی و اون خوی خشونت طلبانه غرب هست که معمولاً این روی سکه معمولاً در دانشگاه ما و علوم انسانی و علوم اجتماعی ما کمتر مورد توجه قرار گرفته. مثلا وبر به عنوان یکی از اصلی ترین جامعه شناسان کلاسیک اساس مدرنیته رو مبتنی میدونه بر انضباط نظامی و معتقده که انضباط نظامی مادر همه انضباط هاست، به خصوص در سرمایه‌داری و بوروکراسی مدرن که باید بر یک انضباط خیلی سفت و سختی مبتنی باشه. وبر معتقده که اساساً اون انضباط نظامی و دولت‌های نظامی فئودالی بودن که این امکان رو فراهم کردن که سرمایه‌داری و بوروکراسی به این شکل مدرنش سر بر بیاره. چارلز تیلی هم یکی از فیلسوفان سیاسی معتقده که این دولت‌های لیبرال و دولت‌های رفاهی که الان غرب داره تجربه میکنه محصول اون دولت‌های نظامیگرا و اون خوی خشونت طلبانه دولت‌های تاریخ مدرن بوده. در واقع این انگاره که گفتگو کنیم جنگ نمیشه برآمده از این تصور خاص از غرب که هرچقدر علم و دانش و تکنولوژی رشد میکنه انسان‌ها به سمت گفتگو حرکت میکنند و طی یک قرارداد اجتماعی دور هم میشینند و با تسهیم منافع در واقع اون خیر جمعی حاصل میشه. این انگاره نادیده میگیره که اساس شکل‌گیری مدرنیته بر رشد نظامیگری و خوی خشونت‌آمیز بوده و مبتنی بوده و تاریخ مدرنیته با تاریخ استعمارگری و تجاوز نظامی در واقع همزاد بوده و در چنین شرایطی گفتگو وقتی میتونه مفید و مؤثر باشه، وقتی میتونه مانع جنگ باشه که بر یک توازن قوایی مبتنی باشه. یعنی اون چیزی که میتونه گفتگو رو نتیجه بخش کنه وجود توازن قواست و بدون این توازن قوا غرب معمولاً تن به گفتگو نمیده مگر اینکه بتونه اون ارزش‌های خودش رو و تمنیات خودش رو پیش ببره.